اشکال حرف اینه که مفته. چون مفته همه میزنن. همه جا میزنن، نابجا میزنن، باهاش دل میشکنن، تخریب میکنن، تحقیر میکنن، آبرو میبرن. حرف نباید مفت باشه. حرف باید گرون باشه که سنجیده زده شه. به هر کسی گفته نشه، هر جایی زده نشه. کوه را با آن بزرگی میتوان هموار کرد. کوه را با آن بزرگی میتوان هموار کرد. حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است. آسمون محسی کنه ریز ریمون باید، آسمون محسی کنه ریز ریمون باید، تازه تیگ شاد و حال همه خش باید، تازه تیگ شاد و حال همه خش باید. آی باده 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 به یک بدل دو ماده، آی باده 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 به یک بدل دو ماده، آی باده 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 به یک بدل دو ماده، آی باده 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 به یک بدل دو ماده. اینها